أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والدي و ولدي و الناس اجمعین. رسول معظم کرام میفرماید که ایمان شما کامل نمیشه، یعنی ایمان نمیارین تا اینکه من از پدر و مادر خود بالا بدانیم و از فرزندهای خود و خش اقربای خود و هر آن چیزی که است از اونها باید رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما باید بالا بدانیم. که روز نعوذ بالله این مکرانه الله توفیقش بده و الا جهنم کشنه و خار ذلیل و نیست و نابودش بگردانه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من صلی علی واحدة صلی الله بها عشرا. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که هر شخصی که برای من یک صلوات میفرسته، الله سبحانه و تعالی برای او 10 صلوات در جواب میفرسته. و ام خاطر دوستانی عزیز، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حبیب خدا هست. الله را حبیب الله لقب نامده است. با ام خاطر دوستانی عزیز دعا کنیم که خداوند این بدبختی که زید اسلام را آمده است، خداوند اون را خار و ذلیل و نیست و نابودش بگردانه. با ام خاطر همیشه با دعا باشین که خداوند یگان شخصیت زیدی دین اسلام نبرایه و کسی که میبرای خداوند اونها را خار و ذلیل و نیست و نابودش بگردانه. ما به دل در سینه میزنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوست میداره. همیشه دعا میکنیم که یا الله از شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نصیبمون نگردان. اما متاسفانه یگان کس ما شب نمیخیزیم دعا کنیم که این بدبخت هایی که زید اسلام را آمدن، زید رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آمدن، دعا نمیکنیم که خدا اونها را خار و ذلیل نیست نابود بگردانه. این است مهر و محبت ما به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خود دوستان عزیز دعا کنیم که خداوند هر آن شخصانی که مکرانه و دیگه مکرانه کیسی دیگهش، خداوند اونها را خار و ذلیل بگردانه و نیست نابودشان بگردانه از این جامعه. برادران عزیز، انشاءالله که وقت خود را 10 دقیقه خود را اگر ضایع کنیم، شب بخیزیم دعا کنیم که یا الله ببخش ما را که ما ایمان ضعیف داریم و مثل اهل اصحاب نیستیم که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم فداک امی و ابی بگیم و ببریم. نمیتونیم این خیل کرده، اما ضعیفی ایمان ما همین است که دعا میکنیم الله اسلام ما را حفاظت بگردان و این بدبخت هایی که زیر اسلام میبراین اونها را از جامعه دور بگردان تا اینکه ما نبینیم اونها را. الله چی میگو ویدیو زفت کیسه هم